خب سلام دوستان، چه خبر؟ آقا این گان جدیده رو که اومده دیدین، گان لجند M4 رایگان بهتون میده. فقط 5 دست مولتی باید بازی کنید و بیاید اینجا بگیرینش. خب بریم واسه امتحانش. خودش گان خوبی بود، اصلا حال کردم با شیپ فایر از هر لحاظ. نگاه کن، 2 تا رو ایزی خوابوند، دمنجم هم نصفم نشد. یعنی گان خیلی خوبی بود واسه رنک مولتی، واسه بتل، واسه آلکا، این همه چی جواب میده. اصلا چیزی نیست که بگی آره فقط بتل، فقط مولتی یا چی. تنها گانیه که دیدم رو همه چی جواب میده. یه چیزی مثل دیل رو دیدی، هم تو بتل هم تو مولتی همه جا جواب میده. اینم یه همچین چیزی. یا هیپفای رو دیدی، عشق کردی هیپفای رو. دوستان کسایی که این گانو اگه واسه تون نیاورد یا هر چیزی، به پیج اینستام دایرکت بدید مشکلتون رو. خودم وقت میذارم حل میکنم به نیت 85 تن. خب آقا یه ثانیه مونده بود بزنمش. بچه ها خوردم سکور ما خشم رحمن سرشون نمیشه. اینجا فهمیدم یارو میخواد بیاد، یه بار دیگه اینو گرفتم زدمش. میدونستم پلش ای بابا باز فروش دادم. میدونستم یارو نوب بود، بعد میومد. دوستان نوب ما نداریم، همه الان پرو هم به مولا، به جز یارای من همه پرو هم. یعنی بتل که پلی میدم رندوم، به خدا یارو تگ گرفتم بلد نیست. تگمو گرفته میگه چطور بزنم، چطور داداش چطور بزنم، داداش بکن حاجی چطور بزنی، چی تو بازی بلد نیستی اومدی چی. من لول 80 هم بود خوبه. یا خدا بخور چه نمیاد وایس. یا وای، یه همچین جایی باید بچه هیچ فایر بزنید بکشید عقب. اصلا اشتباهم این بود که این گرفتم وایسادم اینجا فقط بابا به مولا نامردیه حاجی. اصلا نباید همچین شاتایی رو، اینو شکم کرده، همچین شاتایی که رو هوا میزنی و چرا باید کالاف دمیج بده حاجی. اینجور شاتا باید 100% چیز بشه. دیدی با همون انفوره زدم. آره همچین شاتایی به خدا حیفن. اصلا کسی که اون شاتو میزنه دیگه مهم نیست تو پا میزنه تو کجا میزنه، اون شاتو زدن ارزه میخواد حاجی. صدای بچه ها رو بستم که مثل دفعه قبل ریکوردم چیز نکنم. چی بهش میگی همون بسه راش ریز بدم. ای کیل دوست بابا، گانو بنازم بابا، گانو بنازم. سلطانه به مولا سلطانه. ولی تنها چیزی که ازش خوشم نمیاد یکم سنگینی داره. این چی میشد خوب بود مثل QQ9 اینا مثلا سبک میبود، عجیب میشد. یا مثل اسنایپ خیلی. دوستان اگه تو گرفتیش که یه لایک بذار، اگه نگرفتیش تو کامنت ها بگو MVP رو ازم گرفت. خب باشه، من MVP باید که بشم. من MVP نشم از بازی لفت میدم، اصلا کیل آخر لفت میدم از بازی. MVP رو باید بشم، نمیشه. من راش سگی میدم MVP میشه. یارو رو زد خدا، میخواستم من بیام بزنمش. خب 2 تا موندن، 2تاشونو باید من بزنم حاجی. ببینیم چی کار میکنم. خدا کجاست 2تا کجان؟ ایناش بیا حاجی. دیدی چی شد؟ این هم تاثیرات پینگ بالاه، وقتی تیرات دیرتر میرسه
پینگ بالا خوبی هم داره فقط بدی نداره. رفت بالا. بیا پایین سلیمی درد کرد. بیا رو هوا. خدا بچه ها، خوب لایک و سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید. خدا نگهدار.